بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان یا رحیم. سلام دوستان عزیز، انصاف علی هدایت هستم و با برنامه 35 از مهندسی جهل در خدمتتون خواهم بود. همونطور که میدونید در این برنامه ها تلاش میکنم که خودم با زبان ترکی و آثار تمدنی مکتوب ترک ها در تاریخ گذشته آشنا بشم و بتونم ذهنم رو، عقلم رو بازسازی بکنم و از دست و اختیار مهندسان جهل در دنیا و به خصوص در ایران آزاد بکنم. یکی از روش هایی که بتونیم خودمون رو از جهل مهندسی شده و برنامه‌ریزی شده آزاد بکنیم اینه که با هستی و موجودیت تمدنی خودمون در تاریخ آشنا بشیم و آشتی بکنیم و بپذیریم که آیا ترک‌ها تمدن مکتوب داشتند یا نداشتند. اگر داشتند چرا ما نمیدانیم و آگاه نیستیم که در زمینه آثار تمدنی مکتوب چه کتاب‌هایی رو و در چه زمینه‌هایی رو ما نوشته ایم، پدران ما نوشتند، مادران ما نوشتند. و اگر نیست خب باید بپذیریم که نیست. چرا این کار رو نکرده ایم؟ چرا آثار مکتوب نیافریده ایم؟ ولی با آشنایی با این کانال تلگرامی آذرباش کتابخاناسی متوجه شدم که هزاران بلکه ده ها هزار کتاب ترکی مکتوب در مدنیت و تمدن مکتوب ترک وجود داشته، ولی ما ترک ها در ایران و همه جای جهان از اینها اغلب، حالا ممکنه که در میان این 400 یا 500 میلیون ترکی که در روی کره زمین زندگی میکنند ممکنه که یه 10,000 نفری یا 1,000 نفری حتی کمتر بیشتر آگاه باشن که تمدن ترک تمدن مکتوبی هم بوده. تنها تمدن ترک به شمشیر وابسته نبوده، تنها امپراتوری ها و زمین های گسترده رو تصاحب نکردند، بلکه علت این که اینها دونستن شمشیر رو خوب به کار ببرن، ملل های دیگر رو شکست بدن، امپراتوری ها و حاکمیت های بزرگی رو ایجاد بکنند و تداوم چند صد ساله بهش بدن، این بوده که اینها در پرورش علم، در و تولید فکر و مکتوبات فکری، دسترسی به دیگر زبانها، ترجمه دیگر زبانها به ترکی، ترجمه ترکی به دیگر زبانها، انجام تحقیقات مختلف اجتماعی، سیاسی، زبانی، دینی، عقلی، فلسفی، هنری و معماری و اینجور چیزها رو داشتند که به واسطه هماهنگی و هارمونی که بین اون رشته ها با جهانگیری و جنگ ایجاد کردن تونستن اینها رو بزنن. وگرنه اگر ملتی دارای فکر و اندیشه و فلسفه، دارای جهانبینی، دارای دانش روز، دارای تکنولوژی، آخرین تکنولوژی روز نباشه، دارای معماری و نقاشی و هنر، هر چیزی که در زمینه هنری هست، صنعتی هست نباشه و دارای اعتماد به نفس، از همه مهمتر از همه اونها این دارایی اعتماد به نفس است نباشه، نمیتونه تمدن بیافرینه، نمیتونه تمدنش رو به جهان گسترده بکنه، به جهان اون روز با امکانات اون روز. ما نمیتونیم الان بگیم که خب جهان امروز با امکانات دیروز مقایسه بکنیم، هیچ کدوم عقلانی نیستش که یک شرایط اجتماعی رو به شرایط اجتماعی دیگر تحمیل بکنیم. خب حالا به هر حال این کتابخانه یا تلگرام، کانال تلگرامی به من کمک کرد که با این کتاب آشنا بشم. من الان 35مین برنامه مهندسی جهل رو دارم اجرا میکنم. متاسفانه
دیروز مهندسی جهلی که داشتیم زنده 2 کتاب رو هم معرفی کردیم و داشتیم در یوتیوب اینها رو نشون میدادیم. متاسفانه این 43 ضبط نشده، فقط یه عکس ازش دیدیم. نمیدونم چه علتی، چه مسئله پیش اومده. من الان دارم این اون چیزی که در اینستاگرام ضبط شده رو روی این فایل آپلود میکنم. به هر حال صدایی هست حداقل که میشه از طریق اون فهمید که چه کتاب‌هایی رو بررسی کردیم. حالا اگر بریم به کتاب‌هایی که میخوایم بررسی بکنیم دوستان، اول باید بریم اینجا. بله اینجا، حالا اینجا رفته به، نه این نیست، باید بریم اینجا. اوکی، ببینیم که چه کتاب‌هایی رو تا دیروز ما عشاق صفا، فرایض، گلستان سعدی، روزنامه جدیده رو که مرغوبه گفتیم قبلا خوندیم. قرآن رو دیروز دیروز این قرآن رو خوندیم که ترجمه بسیار جالبی بود. نتونستیم بخونیم برای اینکه مورب نوشته بود ترجمه ترکی رو و خب به هر حال اون نیازمند هستش که و یه مقدار هم ریز نوشته شده بود و هم اینکه کتاب آسیب دیده بود و نتونستیم بخونیم. رساله لر رو هم خوندیم، جالب بود برای من، این رو خوندیم. حالا با اجازهتون ادامه بدید. کتاب کنز الاسرار یا کنز الاسرار و دیگری هم این کتاب طاهره. ببینیم که اینها در چه زمینه‌ای هستن و موضوعشون چی هستش. خب حالا اول کنز الاسرار رو ببینیم. این یا یه اول از همه یه نگاهی اجمالی به خود فرم کتاب بندازیم. این جلد، این صفحه داخل جلد هستش. این صفحه اولیه که نوشته شده، با خطش یه مقدار دقت بکنید آشنا بشیم. این خط جالبی هستش که این کتاب نوشته شده. در دور هر صفحه مطلب اون صفحه یه چارچوب کشیده شده با رنگ قرمز که این قاب چیز رو، این کتاب رو تعیین میکنه. و متاسفانه در این کتاب حاشیه برای نوشتن کتاب باقی نذاشتن. همین یک اثر به من میگه، همین یک چیز به من میگه این کتاب جدید باید باشه. حالا در اینجا گفته که این کتاب در 1139 قمری در 90 صفحه نوشته شده. 1039 اگه بذاریم 1040 حدود 300 سال پیش، 306 سال پیش، اینا 7 سال پیش این کتاب نوشته شده. یعنی در زمانی که دیگه دستگاه چاپ تقریبا راه افتاده، ماشین های تولید کاغذ احتمالاً راه افتادن، یه مقدار ارزون شده. در نتیجه کتاب رو میبینید که به چه شکلی نوشته. داریم همینجوری ورق میزنیم ببینیم که اینجا حالا یه آیه هست احتمالاً که اومده بالای هر آیه خط کشیده. اینجا میبینیم که زیر بعضی از کلمات 11 12 13 14 رو حالا دیدیم. این بالا هم احتمالاً از یک شروع شده باشه در این همین صفحه یا صفحه قبلی که 1 2 تا میاد اینجا بیشتر. اینجا 10 و دوباره شروع میشه. اینجا 14 بوده، دوباره از 9 شروع میشه. اعداد رو هم میبینیم. اینجا دوباره قرمز نویسی های زیادی رو با رنگ قرمز میبینیم. اینجا یه حاشیه کوچیکی برای این کتاب دیدیم. دوباره علت این که صفحه ها کجه به خاطر اینکه این کتاب رو اینجوری باز کردن و از بالا عکس گرفتن. یه مقدار به سمت بالا کامرا دوربین نزدیک بوده، در نتیجه پایین رو اینجوری کوچیک کرده یه مقدار. این الان این دیگه امکانش، این عیب الان در پی دی اف هایی که الان گرفته میشه این عیب رو برطرف کردن، در نتیجه این عیب الان دیده نمیشه.
امیدوارم که حالا دوباره این ضبط بشه. حالا ضبط نشده باشه دیگه حیف میشه این متن کتاب. آخر کتاب هم رسیدیم، به آخر کتاب. دوباره اینجا باید دید که این چیه، هذه رسالت و چی. بسم الله الرحمن الرحیم. یه رساله جدیدی رو اینجا در صفحه از این صفحه به بعد تا اینجا حدوداً یه 10 صفحه بیشتر نمیتونه باشه. بله حدوداً 10-11 صفحه هست. یه رساله دیگری. در اصل این کتاب شامل 2 بحثه یا 2 کتابچه، یک کتابه و یک کتابچه هستش که در اینجا جمع کرده. در گفته که چند صفحه در اینجا یه چیزایی نوشته که ما 207. حالا اینها رو تلاش میکنیم بخونیم ببینیم این چی هست. خب اسم کتاب چی شد دوستان؟ گفتش که این کتاب در 90 صفحه هستش و در سال 1139 قمری نوشته شده. این روی جلد رو میبینید. به نظر من این در دوره عثمانی نوشته شده. این داخل جلد هست. حالا ببین هازا رسالت کنز الاسرار یا کنز الاسرار. حالا من عربیم خوب نیست، در نتیجه اگر اشتباهی درش بود ببخشید. حالا من میخوام ببینم که این کتاب فارسیه یا عربیه یا ترکیه. اول اینو میخوام بدونم، بعد برای اینکه اسم کتاب عربیه. البته در اون مقطع تاریخی تقریبا میشه گفتش که اسامی کتاب ها و چیزهای مهم رو عربی میذاشتن برای اینکه علما و اونهایی که درس میخوندن عمدتاً با زبان عربی آشنا بودن و زبان عربی زبان دین بود و شما هر چیزی که در رابطه با دین باید مینوشتید احتمالاً یا باید رنگ بوی دینی میداد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما كنا لنهدی لولا اله هدانا الله و الصلاة و السلام خیر خلقه محمد الذی یهتدی الی الحق اگه باشه یا به الهدایه. حالا این چی هست کاملا نمیتونم اینو بخونم دوستان. ببینید برای اینکه این حالت چرخش قلم رو ما بتونیم که با چه هدفی برای نوشتن و نشان دادن چه صدایی این رو به حرکت در آورده، ما باید با متن خیلی آشنا بشیم تا چشممون آشنا بشه که این برای مثلا این هدا هستش، پس این چیه مثلا، یعنی هدانا احتمالاً الله و صلات و السلام خیر. حالا اینها رو مثلا اینجا الحق به هدایت الله و علی آله و اصحابه الهادیه. نگاه کنید اینجا این یه به یه اگه اینو بدونیم اینم به هستش، به هدایت. ببینید اینجا این شکلی اینو می نویسه المهتدیه. اینو میتونیم حالا یواشوش بفهمیم که این یه وقتی به هم میوسته اینجا یهتدی، اینجا الذی یهتدی، پس این شکلی می نویسه. یعنی چشم ما در خواندن کتاب‌های خطی باید عادت بکنه به این. بعضی وقتا کلمات رو نمیتونیم بخونیم، باید بگذاریم صفحات سطرهای بعد رو، بعد صفحات بعد رو بخونیم. یواش یواش در ذهن ما شکل میگیره که این نویسنده قلم رو برای نوشتن حروف چجوری چرخونده و دوباره اگه برگردیم به اول این خواندن این کتاب برامون آسان‌تر میشه. خب و اصحابه الهادیه المهتدیه بعضا به الله. حالا این بعضا نمیتونم به الله یعنی چی. و دعا الالتام علی الدوام سلام محو سلامه سلاتیه. حالا این چی میشه از سلاتیه. خب من عربیم هم چیز ببینیم، بریم پایین تر ببینیم که آیا اینجاش هم که میبینیم عربیه، ببینیم آیا میتونیم این رو. خب اینجاش هم علی هذا العلم اسمه اسرار. که خب اینجا ببینیم از در مورد خودش گفته چه کسی این رو نوشته. یا نبیو یا احسبه و یقول رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم منه کنتم علما فمنه اهله الجهم
الحجم ارح الجمع یوم القیامت باللجام مه النار. احتمالا این بازم نمیدونم اینجا چی خونده میشه. و یقول اسدالله الغالب امام علی المرتضی رضی الله عنه. اینو کتاب شیعه نوشته، معلوم شد که خیلی دیگه الامام و المرتضی علی المرتضی رضی الله عنه و کرم الله وجهه ما اخذ الله علی اهل الجهر تعلموا حتی اخذ علی اهل العلم انه یعلم و سمیته بکنز الاسرار و سمیته بکنز الاسرار للسالکیه الصوفیه احتمالا باشه. حالا ببینید اینجاها رو دیگه من المحمدیه حالا چیه اهل دنیا اهل العرفان اللهم یسر افهام لهذه الرساله علی عارفیه و احفظ حالا فی سبخ الذهبیه و خب ببینیم که ادامه بدیم. ببینیم خب و ان العبد الفقیر الشیخ مصطفی قبولی الرفاعی. خب نویسنده پس احتمال انا العبد الفقیر شیخ، این الشیخ هستش، الشیخ مصطفی قبولی رفاعی اسمش پس این هست. اللهم اجعلنا این چی مع العارفیه مع عارفیه الواصله. حالا اینجا دوباره اینجاها رو به گل نشستم، این کشتی خواندن خط من به گل نشست. حالا نبی و آله اجمعین امدی ای سالک حق کشی اولا کندو و وجودینین علمینی بلوب بعد سلوکه علمینی و وجودینه حقیقتی و مرشدینده اسرار و حقایقی بله gerektir. احتمالا بلمک باشه، بلمک gerektir. زیرا فخر کائنات علیه افضل الصلوات. ببینید حالا اینجا من متوجهم این علامت ت هست. صلوات علیه الافضل و الصلات دوباره ت هست. حضرتleri من عرف نفسه، اینم باشه باید من باشه. ببینید من رو به این شکل نوشته. حالا یواش یواش آدم متوجه میشه که مثلا در چند جای قبل این رو من دیدم ولی متوجه نشدم چی هست. الان اینجا میبینم که این من عرف نفسه فقط. حالا ببینید قدر رو چجوری نوشته. آدم باید عرف ربه دیو buyurmuşlardır. حضرت محمد یه چنین حدیثی رو فرموده بوده. دیو buyurmuşlardır demiş، یعنی یه چنین حرفی رو فرموده بودند. دیو buyurmuşlardılar. دیو یعنی گفته بود، فرموده بودند. اگرچه bu hadis-i şerif için alel bagari موضوعاتنا موضوعdur. حالا احتمالاً ابگار باید باشه این. اگرچه bu hadis-i şerif için ala ابگاری موضوعاتنده موضوعdur. حالا این علا ابگاری ابصاری نمیدونم این چی هست. ابگاری باید باشه، این چی هست نمیدونم. موضوعdur و دیو yazmışdır. یعنی این در موضوع این ابگاری هستش، در اون موضوع هست. دیه yazmışdır گفت نوشته بود. لکن قوله تعالی الا معه صفحا نفسه. اینا نمیدونم این حدیث به نظرم درست نخوندم. الا من صفح نفسه. الله تعالی هم یه چیزی گفته که الا من صفح نفسه، مگه اینکه کسی که نفس خودش رو صفیح بکنه. آیت کریمه سیله
احتمالا این یه آیه هستش. اینجا هم میگه که آیه کریمه سیله معنالی بعضی المغله یعنی المغله یا الحقیقت مقصر و هدیت متواتر منزلتtedir. Bəzi, yəni demək olur ki, hər kişi kəndi nəfsi bilə ol kişi təhqiq nisbi bilməsə olur. bilməsi olur و bir حدیث شریف و حتی böyle دیر. حالا تا اینجا متوجه شدیم که اسم این آدم مصطفی قبولی رفاعی هستش، نویسنده این کتاب، و کتاب رو شروع کرد به نوشتن. با خط کتابت آشنا هستیم، یعنی داریم آشنا میشیم به تدریج. اگر حالا دوستان قلم هر شخص، اون حرکت قلم روی کاغذ حالت روانی نویسنده را هم نشون میده که این از نظر روانی در چه وضعیتی قرار داره. دارای استرس هست، دارای هیجان هست، هر چی هست، اینها رو هم از طریق نگاه به خط و آشنایی با خط میتونیم بفهمیم. چی شد این؟ چرا یهو انگار که مثلا جاسوسی اومد و کتاب‌های ما رو بست؟ کتاب طاهره باز بکنیم. کنز الاسرار بودیم. خب از این صفحه که رد بشیم متوجه شدیم که این کتاب ترکی هستش. اولش که هیچی، اما ببینیم موضوع اینجا یه موضوع گفتش که من متوجه نشدم موضوعش چی هست. موضوع کتاب چی میتونه باشه؟ از منظورش از اسرار چی هست؟ در کتاب‌های قبلی که معرفی کردیم خدمتتون، گلستان سعدی مثلا 2 جلد که در 1 جلد بود، 2 ترجمه از گلستان سعدی در 1 جلد بود، اونجا دیدیم که محمود چلبی نامی که گلستان رو در 830 خورده‌ای هجری قمری ترجمه کرده از فارسی به ترکی، کلمات بسیار زیادی رو در مقابل کلمات عربی که سعدی به کار برده به ترکی نوشته و این نشون میده که زبان ترکی بسیار بسیار غنی‌تر از زبان فارسیه. حالا در اینجا هم ما با یک کتاب جدیدی روبرو هستیم. اخس ادیب کشی اولا کندی vücudinde tabibi olup ibadete, taate, vücudi takviyet bülme için به قدر الوسعت و علم استعداد به قدر الاستعداد و علم طبی تعلیم edip vücudunun hakimi olmur gerektir demişler. گفتن که باید هر کسی به قدر وسعش بتونه در مورد علم طب آموزش ببینه و بتونه که از جسم خودش رو تقویت بکنه تا عبادات رو به جا بیاره. حالا و علم الادیان، نه اون علم ابدان بوده. حالا احتمالاً داره از علم ابدان علم ها رو تقسیم میکنه، احتمالاً اینجا علم رو تقسیم کرده یه جایی. موضوعات اینده موضوع دور. حالا من عرف نفس فقط عرف ربه رو که گفت حالا اینا دیگه چیز میکنه، اومده گفته که حالا عرف نفسه به چی ها میگه. kendi nefsi bile o kişi tahkik nisbi bilmese olur ve bir hadis şerif ve hatta buyurur ki ilman ilm dogune هست، علم الابدان ثم علم الادیان. اول علم جسم بعد علم دین
اگرچه با حدیث شریفه علما و حالا هدیه افندیلر این چی هدیه، ببینید این چرخش قلم رو اینجا نمیتونم بفهمم بخونم که چی هستش. افندیلر علم الابدانه علم طب اخذ ادب، یعنی میگه از علم طب علم جسم رو اخذ کردن کشی اولا کندو وجودین طبیبی، یعنی هر انسانی باید طبیب دکتر بدن خودش بشه. اولو عبادت تا عبادات طاعات وجودی تقویت بولمه ایچون، تا بتونه تقویت بکنه وجود خودش رو برای عادات و عبادات و طاعات. به قدر الاستعداد، به قدر توانایی بدنش، به قدر الاستعداد، به قدر تواناییش علم طبی تعلیم ده، باید این علم طب رو yad بگیره. vücudunda hükmü olmur که اگر حکمی هم در مورد وجودش نداره demişler و علم الادیانه، حالا علم ادیان چیست؟ ثانیاً در مرحله دوم چیشی علم حالینی تعلیم ادب امر به و فروزات مهیاته. حالا این دیگه امری تعلیم ادب امریات یعنی واجبات دیگه، امریات و منهیاته. ببینید این ت رو دوباره اینجوری نوشت اینجا، امریاته و منهیاته و فروزاته سنه نبی و سایر احکام و دینه فی تعلیم ادب dini ahkam dini talim edip öğrenmeyi aks etmişler. Gerçi bunlar dahi güzel ve lüzum ve labuddur. Lakin ulema riyaniye Rabbaniyet ihtimalen Rabbaniyet bu hadis-i şerifde manayı hakikine cevabı ile ki ilmi tıp mecazdır. Fahri kainat Efendimiz Hazretlerinde asla mecaz sadır olmayıp. حالا میگه که اومدن گفتن یه عده گفتن که آقا علم طب مجاز هست در حدیث حضرت رسول، برای اینکه در فخر کائنات یعنی حضرت محمد Efendimiz حضرتlerinde اصلا مجاز صادر نمیشه، دروغ و مجاز نباید بیاد. اولانه داخی رموزاتdır. هر چی که باشه فکر کنیم مجازه، اونها مجاز نیستن، رموز هستن، رمز هستن. و فخر کائنات Efendimiz de hadis-i şerifine ilmul abdane murad aleyhileri Allah اعلم معرفه. حالا دیگه ادامه پیدا میکنه. کتاب ترکی هستش، باید برای خوندنش یه مقدار زحمت کشید، چشم عادت بکنه، با این خط اونس بگیره آدم. محمدیه صلی الله بالله اولان کندو و بدنی یعنی وجودنی شویله بله چی قول تعالی سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم افلا تبصرون. نص شریفinde مضمون صفتی üzere آنگره افاقره یعنی عالم یعنی ببینید حالا دیگه عالم کبرا دینلیه یعنی خب به هر حال قصد ما خوندن اصل کتاب در این برنامه نیست. در قصد ما در اینه که کتاب رو بگیم که آقا این کتاب به ترکی هست و متاسفانه ما در ایران حق و اجازه نداریم که این کتاب ترکی رو بشناسیم یا
آموزش ببینیم، توانایی خوندن اینها رو داشته باشیم، حق داشته باشیم اینها رو به حروف امروزی چاپی تبدیلش بکنیم و چاپش بکنیم تا هم از نظر آگاهی به میراث تمدنی پدرانمان آگاهی پیدا بکنیم، داشته باشیم، و همین که اعتماد به نفسمون بیاد، هم تجربه های اونها رو دریافت بکنیم و بدونیم که پدران ما اگر در چنان شرایطی تونستن به قدرت برسن و قدرت رو به دست بگیرن و دنیا رو، بخشی از دنیا رو به زیر فرمانشون ببرن، ما هم میتونیم این کار رو بکنیم. ولی اول باید از این جهل بیرون بیایم و ببینیم که کتاب‌هایی هستش، ولی یه قدرتی هستش که نمیخواد ما با کتاب‌ها و پدران خودمون آشتی بکنیم و اونها رو بشناسیم و بدونیم که هستن. در نتیجه باید بدونیم که چرا منافع اونها اجازه نمیده ما با این کتاب‌ها آشتی بکنیم. این سوال‌ها رو بپرسیم، سوال‌های از این دست رو بپرسیم و یواش یواش ببینیم که چطوری میتونیم از این گذرگاه بگذریم و با این کتاب‌ها یه روزی بتونیم آشتی بکنیم و بخونیم. اجازه بدید بریم صفحه 50 این کتاب رو ببینیم که من میرم در حقیقت. خب من این رو همینجا رو بخونیم. اینجا صفحه در حقیقت 26 هستش. ببینیم که اینجا باز هم آیا ترکی هست و ترکیش به چه شکله، آیا درش خیلی عربی به کار برده یا کم. ایلر، حالا اینجا و اماره، ایلر ve amare küçüğe erken oğlandır. Erkek oğlandır. Küçük erkek oğlandır. Ve dahi taht amare İslam buldur. Amare menziline salike ekser manevi kendisini İstanbullara یا İstanbul'a و İstanbul'a قریب محللره. ببینید این کتاب حالا استانبول نیست. این من دیروز دیدم در این سریال محمد فاتحلر فاتحی، سلطان محمد فاتحلر فاتحی، حالا این سریال رو داشتم نگاه میدم، اونجا خودش گفتش که دیگه برا اسلام بولدو، یعنی این شهر اسلام رو به دست آورد. بولماخ اینجا به دست آوردن، مال خود کردن، گرفتن. حالا الان اینجا دوباره نگاه کنید، میگه اسلامبول، یعنی جایی که اسلام رو به اسلام مشرف شده. اینجوری بگیم اگه بخوایم با عربی قاطیش بکنیم میشه جایی که به اسلام مشرف شده، اسلامبول. ولی الان بعد از آتاتورک این رو استانبول کردن به معنی حالا نمیدونم چی هست. اون استانش چی میشه، این بولش چی میشه؟ استانبول، استان اونم بول، اینگار که مثلا نمیدونم چی معنی میشه داد. حالا اینجا میگه استانبولره و استانبولیلر احتمالا میشه، استانبولیلر و استانبوله قریب محللره جرر و دخی حالی اماره دائما. اماره علائمه، این عربیه. دائما خلاف رضا الله در و اگر سالک مدام ییب içib uyursa و şehvet üzere ve talep üzere talep eder ise gayridense talep etmez ise نوع بهائمدندر، یه نوعی از حیوان هستش. حالا اگر یه سالکی، یکی کسی که میخواد در راه خدا قدم برداره و میخواد به خدا برسه، اگه فقط بخوره و یچوب بخوره و بنوشه،
uyursa بخوابه و şehvet üzere وسیله طلب ادیر ایسا اگر برای رسیدن به شهوت وسیله طلب بکنه، حالا امکانات بخواد، حالا یه زنی بخواد یا یه شوهری بخواد، غیر ادرسه غیر دنسه از دیگران طلب اتمز ایسه، اما از دیگران طلب نکنه، نوع بهایمدندر بهایمدندر نوعی از حیوان هستش. و اگر گیوب ایچوب وجود ایوب گیوب ایچوب وجود ایوب ve şehvet üzere vesile görüp ve دیگر عجب و حد و غرض احتمالاً عجب غضب احتمالاً حسد و غضب و خلف خصومت خلق خصومت و ازا در عیسی و عبادت دخی در عیسی و دائم فکری کسب دنیا اولور عیسی او سالک اماره منزله اولوب şübhedir و سبا صفتلeriyle متصفدür. سبا من فکر میکنم وحشی اینجا باید درنده فکر میکنم باید تعریف کرد. حالا میگه اگر که در اون مسیر بیاد و چیز که صفات مختلف، حالا داره در مورد صفات سالک صحبت میکنه. خب یک کتابی است که در رابطه با میخواد بر روی نفس و روح و روان انسان کار بکنه، منتها به سبک دینی، نه به سبک روانشناسی و اینجور چیزا. و حالا میگن چی، این سخنرانانی هستن که میان انسان ها رو سخن میکنن، در اینا هیجان ایجاد میکنن که برن دنبال مثلا یه چیزی حالا انگیزشی. این یه کتاب دینی انگیزشی میتونه باشه، حالا اگه به زبان امروز صحبت بکنیم. داره میگه چه کار باید کرد تا به یه نتیجه ای برسید. کتاب ترکی هستش، میشه خوند. حالا آدمی مثل من که در زبان ترکی به خصوص دستنویس بی سواد مطلق هست و چشمش به خط عادت نکرده، آموزش مدرسه‌ای و دانشگاهی ندیده، تخصصی ندیده، در مورد عرفان و مسائل دینی بی سواد هستش، خب طبیعتا این کتاب براش سخت میشه، چون که حتی بعضی کلمات رو اگر هم ببینه، چون مغزش با اون کلمات در زبان ترکی آشنا نیست و این کلمات هم تخصصی هستند و من نمیدونم، در چه مغز من نمیتونه این رو یه جوری بخونه که من بفهمم. خب و متاسفانه چشم ما بیشتر به زبان فارسی عادت کرده، اون هم نه خطی، حالا چاپی، ولی اینجا هم وقتی به یه جایی میرسه بنبست، بلافاصله راهی که برای مغز من الان باز میشه اینه که اوکی، زبان فارسی یه چیزی هست، شاید این باشه. خب برای همین یه سدی شده زبان فارسی در مقابل درستخوانی زبان ترکی. یعنی من اگه بخوام زبان ترکی رو درست بخونم، باید از این سد زبان فارسی رد بشم، برای اینکه زبان فارسی یک مانعیه برای در مقابل خوندن زبان ترکی. هر کلمه‌ای که یه مقدار سخت میشه، بلافاصله ذهن من میگه که اینو فارسی‌اش بکن و بخون. حالا بذارید ببینیم اینجا، بذارید بریم صفحه 50، اینجا صفحه 24، حالا اینجا 52. بریم اینجا ببینیم اینجا چیه. وصل اولب عالم ملکوته اروج ادب قول تعالی سبحانه الذی. ببینید حالا برای اولین بار من در اینجا دیدم که روی آیات قرآن قبلا متوجه نشده بودم، احتمالا قبلا این کارو کرده بود،
روی آیات قرآن صداگذاری کرد تا آیات قرآن رو درست بخونیم، ولی روی کلمات و حروف ترکی علامت گذاری صداگذاری نمیکنه. برای اینکه این آدم فرض میکنه که کسی که این کتاب رو داره میخونه با زبان ترکی آشنا هست. در نتیجه صداهای ترکی رو اگر روی حروف نقش حروف نذاریم هم اون آدم میتونه زبان خودش رو بفهمه. اما زبان قرآن چون یک زبان دیگریه و این ترک نمیتونه اون رو بخونه یا درست بخونه، برای همین صداشو میذاره. ولی بعضی از نویسندگان دیروز دیدیم مثلا برای در ترجمه قرآن یا در ترجمه همین گلستان سعدی دیدیم که نویسنده ها اومدن و تک تک حروف ترکی رو هم صداگذاری کردن تا ما بر اساس اون صداگذاری بتونیم حروف و صداهای کلمات ترکی رو درست ادا بکنیم، در بیاریم تا درست شنیده بشه، درست درک بشه، درست فهمیده بشه و درست معنی بشه. برای اینکه اگر شما صدای مثلا اوتور، حالا این دوتا تقریبا در فارسی در با حروف عربی ترکی عربی یه جور نوشته میشه، ولی شما چطور این رو اوتور بخونید یا اوتور؟ özüm مثلا حالا کدوم یکی از اینها چیز هست، چه معنی میده، در حالی که اینها متفاوتن. üzüm، انگور هم üzüm گفته میشه، üzüm. özüm خودم، özüm اون هم üzüm. دیگه چی بود؟ اینها بر اساس صدا اینها رو تشخیص میدیم. شما با شنیدن، با دیدن نوشته، یعنی اون شکل حروف، متوجه نمیشید که اون چه صدایی داره و چه معنی داره. خب ما چون زبان ترکی زبان ما هستش، ما در خوندن متن‌های جدید، امروزی متن‌های جدید، میتونیم حدس بزنیم در سیاق جمله، در معنی جمله، در اون کانتکستی که موضوع نوشته شده، میتونیم حدس بزنیم که اینجا اوتروم هستش یا یه چیزی دیگه، اون کلماتی که خیلی شبیه هم هستن، صداگذاری نشده. اما در مورد کتاب‌های خطی دست نوشته تاریخی که به یک زمان دور و به یک مکان دیگری ممکنه تعلق داشته باشن که در اونجا لهجه و زبان یا استانداردی که در اونجا صحبت میکردن یا آموزش میدن یا مینوشتن متفاوت از ما در تبریز و آذربایجان و در قشقایستان و در ترکمن صحرا و در جاهای دیگه باشه، خب ما با یه مشکلی مواجه میشیم که اون چجوری خونده میشه و چجوری فهمیده میشه. برای همین حالا اینجا این نویسنده خدا بیامرز اومده روی قرآن صداگذاری کرده، گفته که این زبان بیگانه است و همچنین مقدسه برای حفظ تقدس این و برای اینکه کسی این رو غلط نخونه و معنی و مفهوم غلط نگیره و احتمالاً با مفهوم معکوس این رو منتقل نکنه به یه شنونده، اومده صداگذاری کرده. اما براش عادی و امری عادی بوده که ترک ها به زبان ترکی مسلط هستن، ولی نمیدونسته که بعدن یه انصاف علی هدایتی میاد 500 سال بعد، 1000 سال بعد، 2000 10000 سال بعد میخواد این کتاب رو بخونه و ترکی بلد نیست. این چجوری باید بخونه؟ اینجا چه با یه مشکلی مواجه میشیم. حالا چی گفته؟ شما الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون. حالا نگاه کن این شیء رو چه شکلی نوشته اینجا. من اینو بزرگش میکنم که دوستان بتونن بهتر این رو ببینن و درک بکنن. نگاه کنید این شیء رو ببینید چه شکلی، مثل د نوشته آخرش. یعنی من اگر این آیه رو نمیدونستم حتما این رو تلاش میکردم با د بخونم، در حالی که اینجا میبینیم که این اومده قلم رو همینجوری که و الیه ترجعون. ببینید نون رو چجوری نوشته، م ه، اینجا یه ه آخر و اینجا یه خط باله
بالاش گذاشته. من اگه بودم مثلا اینو ترجعون نمیخوندم، مثلا میخوندم ترجع محا، مثلا یه چنین چیزی. در نتیجه این قلم اگه اون صدا رو نذاشته بود و من اگر آشنایی با قرآن نداشتم حتما این آیه رو غلط میخوندم. حالا آیا این صریح هست؟ چی هستش؟ کشفله، کشفله، معلومی اوله، سری فکر میکنم باشه، سری کشفله، معلوم اوله و دخی کاملر قطره، قطره غایت. این قطره هستش چیه؟ قطره اینجا به معنی قطره، غایت، اهم والهم، اهم والهم اولایه، اولایه. حالا ببینید اینجا دوباره مثل این ترجعونه، اینجا آنجو، آنجاق، آنچین، احتمالا آنچین اولا، آنچین، مراقبه دور. نگاه میخوام بگم یعنی ما باید با خوندن تعداد بیشتری از صفحات یه چنین دستخطی با حوصله بشینیم و صبر بکنیم تا چشم ما، تا عقل ما با نوع چرخش قلم نویسنده بر روی کاغذ برای چسبوندن حروف یا برای زیبا نشون دادن حروف، مثلا ایشون فکر می‌کرد این خیلی خوشگل میکنه، احتمالاً جزو خطای خوشگل، زیبا و خریدار، پرخریدار بوده باشه، نمیدونم. ولی خب برای منی که با خطا رابطه میانی ندارم، احتمالاً در اون تاریخ اگه منم زندگی میکردم، چون تنها راه دیگه نبود، کتاب چاپی نبود که مجبور بودیم دستی بخونیم و خب عادت میکردیم بهش، احتمالاً خطهای مختلف رو میتونستیم بخونیم. اما الان که ما در این عصری که همه چیز چاپی هستش و اینها، نمیتونیم اون رو بخونیم. مراقبه دور یعنی شیخی توجه علوب، طریقت دور اول مراقبه حالینه هزاران ظهوراتلاری واقع اولجیدر و رابطه و طریقه ikisi، رابطه و مراقبه ikisi و دخی معنا بیردür، احتمالا اینم سی باشه، معنا سی، بیردür و سیرو فی الله بوندندür یا بودور، بوندن عبارت دهان، این باید نون دیگه از این به بعد اینو ببینیم که این نونه، بوندن عبارت دور. خب همونطور که ملاحظه میکنید کتاب ترکی هستش. حالا اینجا یه تقلید دیدیم، ببینید تقلید رو چی میگه. در مورد تقلید یه چیزی ببینیم، برای اینکه این برای من خیلی مهمه. حسبیل اکثری بایرامه اولدوغی سببیل توجیه المغا طریقت علیه محمدیه صاحب سلوک gıllet üzere olup akseri taklid ile zelalete kalmışlardır. Bunlardan beyat gereh olanlar. Beyat، حالا اینجا این چی میشه؟ اینجا یه چنین حالتی هست من اصلا نمیدونم این بیعت olanlar dahi yol bulup hakka vasıl olmazlar. Velhasıl her ببینید یعنی یه مقدار سخته، واقعیت اینه که باید این رو وقت بذاره آدم و تلاش بکنه که این رو بخونه. اینجا کتاب اصلا عوض شد، فرم کتاب رو عوض کرد، احتمالاً کتاب اینجا
ببینید دور کتاب رو هم نوشت، دور چیز رو، و اینجا هم به این شکل از اینجا در بیان نصیحت چیه اینجا، ای سالی که، حالا این یه مقدار اگه اینو تغییرش بدیم، ای سالی که سلوک معلوم اولکی لیلی معراجه وقت وصلته حبیب اکرم صلی الله علیه و سلم hazretleri efendimize bila vasite ihsan ve telgin buyurdiler تلقینه حالا اینجا ببینید داره میگه که وقتی که حضرت محمد به معراج رفت، من دارم اینجوری درک میکنم، اون چیزی که در الان امثال سروشینا، آیت الله مجتهدی، شبستری دارن بحث میکنن اینه که آیات قرآن چه شکلی به پیغمبر اومده، آیا پیغمبر در خواب میدیده، آیا واقعا یه چیز فیزیکی مثل یه آدمی که برای همه دیده نمیشد، فقط برای پیغمبر دیده میشد، میومده و براش میخونده این کتاب رو، آیا خودش مثلا به همراه خودش کتاب میآورده جلوی چشش میگرفته ولی ما انسانهای دیگه نمیدیم ولی فقط حضرت محمد میدید اینها رو، یا اینکه نه مثلا حضرت محمد به دلش میافتاد، یهو مثلا یه حسی پیدا میکرد که این حرف رو باید بگه، این حرف از طرف خداست، به دلش اومده. اینجا داره ترک ها این کتاب نمیدونم در چه سالی نوشته، البته قبلا هم در این مورد یک کتابی رو معرفی کردیم، یعنی یک کتاب رو که داشتیم می‌خوندیم به همین موضوع برخوردیم و اونجا هم همین تئوری ها رو گفتم و گفتم که یک ترکی مثلا 800 سال پیش این رو مطرح کرده و گفته که درونی احساسی چیزی خارج از حضرت محمد نبوده. اینجا هم همینو میگه که وقتی حضرت محمد در لیلة القدر به معراج رفت، بدون اینکه بین الله و حضرت محمد یک واسطی وجود داشته باشه، کتابی، جبرئیلی، نمیدونم هر چیزی، ملائکه، اینا وجود داشته باشه، خود اون رابطه، اون سخنان در دل حضرت محمد تلقین میشد بهش. بلافاصله احسان و تلقینه buyurdular. تلقین buyurdular، حالا این نه نیستش، تلقین buyurdular این نه هستش دیگه، اینو فهمیدیم. تلقین buyurdular ذکر شریفی اول دخی یار غاری حضرت صدیق اعظم. حالا اینجا دیگه توضیح میده در مورد یه چیزای دیگری که ما متوجه میشیم این صفحه کاملا متفاوته. احتمال میدم از اینجا شروع میشه بز الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین. سبحان ربک رب العزت اما یصفون و السلام علی المرسلین واللهم والمرسلین و اللهم والحمد لله رب العالمین. تمت. از اینجا به بعد حالا اینجا شروع میکنه، اینجا رو مینویسه، میاد این جمله تمام نمیشه، ادامه میده اینجا به ترکی. این قسمت هم ترکی هستش. از اینجا به بعد هم که دوباره کتاب ترکی هست، مطلب ابواب اربعه و مقام اربعینی بیان داده. از اینجا دیگه میگه که در مورد بابهای چهارگانه‌ای که نمیدونم چیه و در مورد اربعین، مقام اربعین صحبت میکنه. باب اول شریعت دور، اینجا دوباره در مورد شریعت حرف میزنه که اون مقام صاحب دور 10 مقام داره، اگرچه علمای حالا این چی هست، علمای فلان، ببینید این کلمه رو دوباره دیگه هم دیدیم نتونستیم بخونیم. بن اعتبار ادر، بنه اعتبار ادر، کلمه اهل طریقت بنیزه بنبیزه اندر بری بلن ناقص olur. حالا اینجا دیگه کلمه رو نفهمیدیم، در نتیجه متوجه نشدیم که معنیش چی هست. خب به هر حال این کتاب ترکی رو هم
دوستان باهاش آشنا شدیم، در مورد عرفان هستش. اینجا تموم میشه. ببینیم که آیا خب اولش دیدیم که نویسنده یه اسمی رو آورد و گفتش که این رو اون شخص نوشته. حالا ببینیم در آخرش چی میگه. دوباره این کلمه رو به این شکل می نویسه، نمیدونم، اوتور مکدر و معرفتی اثباتن بیلمک و بستان در اجاغزه اعصمتو الیک یا علی یازمشتر. اینجا الف بی خودی به نظرم میاد، شاید باشه. شرگین اشارتنده ورمکله گسیده اسمی عبدالصمد در. حالا این چی بود که اینجا عبدالصمد اومد؟ شریفیل معمور در وصول اوله ایاغنه اعظمت الیک یا علی یازمشتر. این هم نوشته بود که اعظمت الیک یا علی جنوب آستاردر. دوباره اشارت در، جنوبه اشارت در. حالا داره در مورد رمزها صحبت میکنه در اینجا، که مثلا میگه اگر یارو نوشته، یکی به حضرت علی نوشته که اعصمتو الیک یا علی. حالا من اینجا اعصمتو اینو خوندم، یا اصبحتو هم میتونه باشه، حالا نمیدونم. میگه که از اینجا به این میاد که اشاره به شرق میکنه، یعنی نوعی در رمزگذاری در این کلمات هستش. ببینید من میگم وقتی تخصصیه، برای اینکه ممکن که رمزگذاری شده باشه، مثل ارتش، نیروهای مسلح که رمزی رو به کار میبرن، یا بعضی چیزها الان همین که ما در این مثلا اینستاگرام و تلگرام و اینجا چیزا صحبت میکنیم و اگر کسی در بین راه وارد کانال ما بشه نمیتونه بفهمه، برای اینکه یک کدگذاری میکنه این دستگاه ها که بین راه کسی که بین من و شما باشه نمیتونه اون رو ببینه، ما رو دریابه. حالا اگر میگه که این یه آدمی هم نوشته اعظم تو الیک یا علی، یکی هم نوشته اعظم تو، اون بالا نوشته بود اعظم تو، این نوشته اعظم تو. میگه که این یازمش تو جنوبه اشارت دور، این منظورش اشاره به جنوب هست. و بیر ملا گسین دور، حالا بیر ملک قیصر دور اسمی عبدالرحمن دور. حالا این چی هست که من دوباره نتونستم بخونم؟ اسمش عبدالرحمن دور، طریقتله معمور دور و ساق قج ayağına sağ kıç ayağına به پای سمت راستش ayağına اسلم تو الیک یا علی نوشته، یازمش در شمال اشارت در، اینم میگه به شمال چیز میکنه. و bir ملک تعیین در، حالا دوباره این کلمه رو نتونستم بخونم، اسمی عبدالمجید در حقیقت معمور در و sol kıç ayağına اکرم تو الیک یا علی یازمشتر. اینم نوشته بود که اکرم تو الیک یا علی. و بیر ملک، احتمالا ملک باشه یا ملک باشه، این قیبنده در کسینده اسمی عبدالجبار. حالا اینم یه ملکی بوده که اسمش عبدالجبار بوده. معرفت لمعمور دور، این هم کارش اینه که به معرفت بپردازه. و سنی بنیادی و بنیاد. ببینید حالا من دارم اینو ترک باز فارسی میخورم. جناب حورسنه ذاتی و اسماء صفتی بالمک و یوشع. حالا این دوباره این کلمه رو نمیتونم بخونم. احکام انبیاء اگرادر، یعنی بخونه برای انبیا.
بوشون آنانی صدقه و اخلاصدر و احتمالا بونون معناسی احتمالا این بونون باشه. بونون معناسی مشایخ قولینی و خصلتی bilmektir. Bu isbatlara dahi bu vecih üzere bulmana kimse bulsa oturup بست. خیلی دیگه این کلمه اینجا خیلی تکرار شد، چیزی از اسم اینجا نتونستم ببینم. هذه رسالة المختصر ببضاعت بالله تلف olmasına باعث olur. نمیدونم، حالا میگه که این هم باعث تلفش میشه. الله تعالی تمت الکتاب تمت هذا الکتاب تمت، این کتاب تموم شد. یحیی سری، یه آدمی اونجا گفتیم یحیی چی، همین آدم بایدش سری بود، گفتیم چی هست. اینجا گفته یحیی سری، یه تشدیدم گذاشته، حالا متوجه شدیم که اسمش یحیی سری هستش. اینجا صفحه 41 بریم ببینیم، اول میتونیم اون اسم رو دوباره برای یک بار دیگه ببینیم که اونجا یه اسمی ما اینجا خوندیم از عربی که اومد بیرون. حاضر رسول عرفه و افسر. اینجا الشیخ انل عبدالفقیر الشیخ مصطفی قبولی رفاعی، اسم نویسنده این هست. پس اون سری چی کاره هستش که در صفحه 41 اومده؟ احتمالاً کسی هستش که کتاب رو خریده یا وقف کرده یا 41. اینجا یحیی سری، احتمال میدم این کسیه که مهر بعدن زده روش. به نظر میاد هم جدیده، این مهر یه مقدار جدید باشه. حالا بذار ببینیم چیه. هازا رسالتون چی نمیدونیم، اینجا رو بخونیم دوباره. بسم الله الرحمن الرحیم. قال النبی صلی الله تعالی علیه و سلم من تعلم العلم لأجل السؤال قد مات منافقا و من تعلم العلم لأجل التکبر فقد مات کافرا و من تعلم العلم لأجل الدنیا فقد مات عاصیا و من تعلم العلم لأجل العمل فقد مات مؤمنا. صدق رسول الله. حالا این حدیث خیلی جالبه، من یه مقدار خندم گرفت. میگه که حضرت رسول فرمودن که هر کس علم رو به خاطر سوال کردن، اینجا سوال ممکنه دو معنی داشته باشه. یکی این که از نظر علمی سوال بکنیم که من فکر نمیدونم که به این معنی هست یا نه، یا به معنی این باشه که درخواست بکنه از دیگران، یا احتمالاً سوال باشه به معنی زیر سوال بردن دین باشه. این میگه قدمات منافقن، این آدم منافق میمیره. اگر هم علم رو یاد گرفته باشه برای تکبر باشه فقط مات کافرن. اگر علم رو به خاطر این گرفته که تکبر بکنه بر دیگران، همه به من میگن دکتر، مهندس، فلان، استاد و نمیدونم از این حرفا، این میگه کافر حساب میشه از نظر حضرت محمد. و من تعلم العلم لاجل دنیا، اگه به خاطر اینکه دنیا رو، مال دنیا رو به دست بیاره علم رو یاد گرفته باشه فقط مات آسیان، یه آسی، یک عصیانگر میشه. این به نظر من جالبه، بد نیست. یعنی اینجا ببینید اونجا گفته منافقه، اینجا گفته کافره، برای این میگه آسیه، نگفته کافر و منافق. یعنی اونها حکمشون خیلی بدتر از این آسیه. آسی اوکیه به نظر من. و من تعلم علم لاجل عمل، اما اگر یکی علم بخونه به دست بیاره که کاری رو انجام بده، میگه که فقط مات مؤمنن، این میشه مؤمن. حالا نگاه بکنید، اگر حضرت محمد، این تقسیم بندی حضرت محمد رو بپذیریم، میبینیم به نظر من اون وقت این نماز خوندن اینا رو بذاری کنار. در نمیگم که بذاری کنار، یعنی
علم یک میزان جدیدیه برای اندازه گیری این که، یعنی این حدیث رو یه وقت است شما اینجوری بفهمید، یه وقت است بگی که نه مثلا فقط نماز خوندن باعث میشه که مثلا شما مؤمن باشید. خب اینجا میبینید حضرت رسول علم رو وقتی با عمل ترکیب بشه میگه که انسان تبدیل میشه به یک مؤمن. قال امام علی کرم الله وجهه و رضی الله عنه دع حریت دنیا، حالا من اینو دیگه نمیدونم، و فیها عیش لا تقع لا تطمع فان رزنا. حالا من دیگه اینو نمیتونم بخونم. حضرت علی رو اون حدیثایی که برای حضرت علی نوشتن خیلی سخته خوندنش. قال افلاطون هم به عربی صحبت کرده، به ترجمه شو دیگه، این ترجمه شو میگه راحت الجسم فی قلت الطعام، اگه میخواید جسمتون راحت باشه کم غذا بخورید. و راحت لسان فی قلت الاستقا، و فکر میکنم این باشه، و چیز زبان، راحتی زبان در کمی حالا انتگاه هستش. قال النبی علیه صلوات و سلام و آله العلم نورون و جهل ظلمتون. حضرت محمد گفته علم نور هست و جهل ظلمته. علم لا فائسه ölmez. Cehle zulmatındır. علم لا، حالا یه جایی اینو دیدیم که چی نوشته بود، اونو چی خوندیم؟ فایدسی olmaz. Cehlin zulmattır ve ilm onun nuridir. Ana teveccühi aşkaredir. Söylemez anda. حالا نگاه کنید دوباره این کتابچه 10 صفحه‌ای هم ترکی هستش، دوباره در مورد فضیلت علمه. حالا ما در جهان اسلام متاسفانه فضیلت علم رو براختخ، یعنی گذاشتیم کنار. تمت هذا رسالت الطیبه حالا اینم عربیه، اینجاش دیگه من تلاش میکنم که اینجا تاریخ داره و اسمه از سید یحیی سری. حالا این چیه؟ اینو باید تلاش بکنیم بخونیم، برای اینکه اون یحیی سری رو اینجا باز میکنه که اون چی هست. تمت هذه رسالت احتمال رساله المختصر فیه به اون الله الملک الوهاب صورت الفقیر الحقیر من طریق الحلواتیه الجراحیه. این عرفان، اون دسته عرفانی، طریقت عرفانی که بهش وابسته است، و اسمه از سید یحیی سری و قد تصادف خاتمه فی غرته یا فی غزته غره رجب المرجب لسنه 39 الف 1370. من اینجوری خوندم، احتمالا غلط بخونم. آیا اینجا هم یه چیزی در مورد این گفته؟ آخه یه مقدار خیلی سخت شد این خوندن کتاب. olsa arif olur ve bu sıfatlar ile müttesef olsa sufi kamil olur. حالا چی بود این؟ اینجاش جالب شد یهوی. سری شریعت طریقت حقیقت معرفت kimidir؟ صوفی که
budur usulə xəbərdar olsa arif olur və bu sifətlər ilə müttəsəf olsa sufi kamil olur. Əgər simi bulunur nefsi ana mürekkep olur. O kişi سترلایت بهتر نه دیگه نمیتونم بخونم. غافل اوله bu fezle ile olsa insan olur. ببینید خیلی حرفای جالبی میزنه ولی budur usulüne gafil olsa bu sıfatlar ile müttesef olsa insan olur. Sonra بذارید کوچیکش بکنیم ببینیم شاید بتونیم اینجوری بخونیم. Heyvan olur. Bunun da tafsili Eşrefzade Rumi Hazretlerinin kitabında mesturdur. Müracaat eylesinler. به نظرم من که وقتی کتاب رو کوچیک میکنم بهتر دیده میشه تا بخونیم. مثلا بذار ببینیم. اول دقی hayat bulur. Kamil mükemmel Şeyh Muhyiddin رضی الله عنه. حالا اینجا فهمیدیم که این دینه. انهو eder bana insan fi hasıl oldu. Bir ay miqdari tamam ruh Rabbanim erşe melekelere de ilm talim edirdi. Lihada bedenim nas. خب دیگه نه. خب این کتاب رو پس در سال اونجوری که ما خوندیم سال 1370 نوشته. خب 300 تسعه و 300 1307 97 در 1307 نوشته. 1446 هست. حدوداً 140 سال پیش این کتاب رو نوشته. خب این از کتاب امروز به نظرم همین که آشنا بشیم که در مورد عرفان داشت حرف میزد خیلی جالب خواهد بود. اما کتاب دوم رو بریم سراغش. کتاب طاهره ببینیم کتاب طاهره چی هست. کتاب طاهره رو نگاه بکنید دوستان. در 582 صفحه نوشته شده در سال 1145. این بالا اینجا دوستان اگه ببینیم این کتاب رو نوشته در 852 صفحه. ظاهرا که اولش رو که نگاه میکنم احتمال میدم این فهرست کتاب باشه این صفحه، برای اینکه اینجا مثلا نوشته فیما یتعلق به ایجار الموقف، در مورد حقوق هم هست. در مورد اجاره وقف رو اگر اجاره بکنید صفحه 114. نوع آخر فی الوقف، اگر وقف نوعی از دیگر وقف از در صفحه 116 هست. فی زمان المتوفا و عدمه، اگر یکی بمیره اون چیزی که ازش مونده اونو باید چیکار کرد در صفحه 117. فیما یهدف یا یهدک المتولی و الجابی. اینا فکر میکنم اینا صفحات مربوط به صفحاته، ولی چرا از اینجا شروع شده؟ یعنی از صفحه 114 شروع کرده. مگه این تا اینجا چیکار میکنه؟ از اینجا هم که همینه. احتمالا یه جایی این صفحه اولش افتاده که صفحه ها رو اینجا میبینیم که این کتاب مربوط به حقوق هست. برای همین در مورد مثلا فی اجیر الخاص، شما اگه بخواید یکی رو اجیر بکنید یعنی مزد بهش بدید که بیاد براتون کنه، فی زمان الاجیر و عدمه، اینکه چه تضمینی داره و اگر نبود چی کار باید بکنه. کتاب الاکراه، اگر اکراه باشه مثلا این خیلی جالبه، اکراه باشه چه اتفاق میفته. کتاب الحجر چی هست. کتاب المعزون، کتاب الغصب، فی نوع
الهیئه، کتاب الاجاره. یعنی ببینید خیلی در مورد حقوق، این کتاب در مورد حقوق هستش. حالا اینجا هم که خیلی قرقاتی کرده بیچاره یا یکی دیگه اینها رو نوشته، اینجاها هم دیگه خط خطی خیلی زیاد هست ولی هست. اینجا 416 دیگه بقیه رو ننوشته. یا مفتح الابواب افتح لنا خیر الباب بسم الله الرحمن الرحیم. دیدی که یه حالت ساختمون کشیده و بعد چارچوب کشیده، خط کشیش مثل من بوده، آدمی بوده که احتمالاً از حاشیه کتاب به عنوان خطکش استفاده می‌کرده، در اینجا خطاش خوب نبوده. منم همین کارو می‌کنم. کتاب الصلات، الان در اینجا در مورد کتاب الناهمه این چی هست ببینید. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد رسوله و آله الطیبین. کتاب الناهمه. زید جنبی کن، زید جنوبی کن، ذکر الله و تسبیح و صلوات علی النبی اتمک جایز اولور می؟ الجواب اولور. یکی پرسیده که اگر زید یعنی یک انسانی، زید در عربی یعنی یک فردی، جنوب باشه یعنی با همسرش نزدیکی کرده، حالا نیاز داره که اول خودشو بشوره، غسل بکنه. در عربی غسله، لازم نیستش که حالا ما بگیم مثلا فلان. میگه اگر جنوب باشه آیا میتونه تسبیح بگه، صلوات بر محمد اینو بفرسته؟ میگه جایز. جواب اولور، میتونه. صاحب عذر اولان زید طلوع شمسیدن سنرا. خیلی اینجا زیبا نوشته، یعنی ببینید سنرا رو به این، یعنی این کتاب قدیمی تره از اون کتاب که الان خوندیم، خیلی قدیمیه. من حالا تلاش میکنم که ازش یک نشانه هایی بیاریم که چی هست. این در حقیقت به نوعی یک کتاب فقه، کتاب فقه، ولی بدونیم که کتاب فقه کتاب حقوق قانونه. حالا در اینجا داره اول در مورد عبادات صحبت میکنه، بعد میره به طرف اون چیزا. در نتیجه این نمیدونم چرا این قسمت رو هم در اینجا باید این صفحات قبلی اینا رو می آورد. مثلا این صفحه ها احتمالا از اینجا کنده شده، در نتیجه اونجا رو نیاورده. ولی ما میتونیم حالا از اینجا به بعدش هم دیگه ننوشته، نمیدونم چرا از صفحه 419 به بعد رو فصل الاخر النوع الاخر اینم هستش که دیگه از اونجا به حالا میرسیم. صاحب عذر اولان زید طلوع شمسیدن سنرا ابدیت ابد آبدست الزهرون خروج اونجا صلات ظهری و قضا و نوافل قلمق جایز اولور می؟ الجواب اولور. حالا یکی میگه که اگر زیدی طلوع شمسیدن سنرا آبدست السه زهرون خروج اونجا صلات ظهری و قضا و نوافلی قلماق جایز اولور می؟ میگه اگر یکی قبل از طلوع شمس، زید طلوع شمسیدن سنرا، بعد از طلوع خورشید بیاز وضو بگیره، چیزی که الان به فارسی وضو، به عربی وضو میگیم فکر میکنم، به فارسی هم وضو میگیم فکر کنم، به ترکی هم در ترکیه آبدست میگن. اگر وضو بگیره آن ظهرون خروجی اونجا، قبل از اینکه حالا فکر میکنم که به دست آلسه، اگه آبدست یعنی وضو بگیره، ظهرون خروجی اونجا، اگه قبل از خروج یعنی قبل از اینکه نماز ظهر رو چی بکنه، نمیدونم تخصص دیگه اینجا. صلات ظهری و قضا و نوافل، اگر صلات ظهرشو به جا بیاره و قضا و نوافل رو قلمق جایز ده. اگه میگه با اون آبدستی که صبح گرفته بوده الان احتمالاً هم ازش یه چیزی خارج نشده که باطل بکنه، میتونه با اون نمازشو بخونه. میگه آره معذور که وضوعی ناقص اولان خروج و قسمت در یخ.
دخول وقتی میده، جواب خروج وقتی دور. حالا دیگه اینا رو من متوجه شدم کتاب سختیه، از نظر چیزی نمیخوام برم. احکام الامام، امام چجوری باید باشه؟ bir مسجدی که دیواری odunda pencereleri karşısında mağabir olsa o secdede namaz kılmak kerahat var mıdır؟ جواب yoktur. اگه میگه که پنجرهش به طرف کوچه باشه و مردم رو بیان رد بشن و این ببینه از اونجا مثلا، حالا اینم دیوار önünde میشه، ardında، ببخشید ardında یعنی در عقب چیز، پنجره‌leri karşısında mağabir ola، عجبا در اونجا سجده جایز هست؟ میگه آره جایزه. حالا از این حرفا که بگذاریم، کتاب ترکی هستش، به خط زیبایی نوشته شده، قابل خوندن برای امثال من هم هست، میتونیم این رو بخونیم و بفهمیم. حالا از بخش نماز که بریم بیرون، هممون ازش الان دل زیاد خوبی نداریم متاسفانه، به خاطر این کارهایی که ملاها کردند. متاسفانه ما از دین بیزاریم و دین رو هم از زبان ملاهای منفعت طلب بیشرف اینجور چیزا میشناسیم متاسفانه. البته من بارها گفتم و باز هم میگم، به نظر من یک اسلام در دنیا وجود نداره که بگیم آقا، من به نظر من اگر 1-2 میلیارد مسلمان وجود داره، 2 میلیارد هم اسلام وجود داره. نظر من شخصی من این هستش، برای اینکه هر کسی بر اساس مغز خودش، سواد خودش، تجربه خودش، گذشته خودش، ارتباطاتش با جهان بیرون از جامعه‌ای که درش زندگی میکنه، در تاریخ زیسته، یه تفسیری از اسلام برای خودش قائله. متاسفانه اکثریت ما، درسته که یه دیدگاه خودمون هم داریم، ولی وابسته به ملاهایی هستیم که به خاطر نون دین رو میخورن، در نتیجه میتونن دینسازی بکنن تا ما رو فریب بدن که به اونها چیز بگن. الان در مورد حج داره صحبت میکنه این کتاب، اینجا در مورد نکاح، ازدواج داره. اینم فصل فکر میکنم جالبیه، باید خوندید که آیا مثلا زید هندی تزویج اتیکده، زید هندی تزویج اتیکده. حالا زید میخواد با یه زنی ازدواج بکنه اسمش هندی. زید هندی تزویج اتیکده، زید و هندیدن غیری alacak امر و حاضر olsa عقد مزبور صحیح olur mi؟ الجواب olmaz. اگر جالبه، اگر زید و هند بخوام با هم ازدواج بکنن، به غیر از اینها یه آدمی هم مثل امر حاضر باشه، عمر احتمالاً، امر نیست، فکر میکنم که عمر حرف واو داره، امر حرف واو نداره، فکر میکنم اینجوریه، حالا یادم نیست. حاضر olsa عقد مزبور صحیح olur، میگه نه olmaz. زید شهود و محضرlerine emride gurm sagri gurm suğra oğlunun bari sagir nikah ile verdim deyip emru dehi Bekr için kabul eyledim dese nikah mezbur sahih olur mu? Cevap olur. çiye? Zeyd şuhud mahzenlerinde emr محضرlerinde امر اینجا رو نمیتونم بخونم، واقعیتش اینه که میترسم غلط بگم یه چیزی رو، اینم یه وبالی گردن ما باشه. ولی به نظرم من این فصل رو خیلی دوست دارم بخونم، ببینم که یه ترکی در مورد دختر صغیر چی میگه، یا دختری که سنش کمه چی میگه. این آیت الله های پانفارس که یه چیزایی رو گفتن که آدم دیگه
چیز میکنه، چی میگن، شرم میکنه که بگه اینقدر انسان میتونه پست باشه. باب تفکیر فی النکاح، اینجا هم که در مورد وکیل بگیریم که نکاح رو جاری بکنه، اینم به نظر من جالب خواهد بود. باب نکاح رفیق رقیق چیه زیدین قولی زیدین از نسنه هندی تزویج etsin. Zeyd vakıf oldukta kabul etmiyor. Rədd etdikdən عقد مزبور باطل olur می؟ الجواب olur. اگه بله اینم جالبه، در نبود من یکی بخواد من رو با یکی تزویج بکنه، اگر من بگم نه دیگه باطله اون، ولی اگر بگم هاره، حالا اونو باید پرسید دیگه، دارن میپرسن. جالبه با یه قلم قرمز مشخص کرده که در مورد چه چیزی، یعنی موضوع عوض میشه، با این هر قلم قرمز نشون میده که یک چیز هستش، یه بخش. در این حال بین پاراگراف اول، یعنی پاراگراف اول و پاراگراف دوم، یعنی سوال اول که به جواب چسبیده، بین سوال دوم یه فاصله میذاره که این رو از هم جدا بکنه. به نظر من سبک جالبی رو در اون زمان گرفته بوده، در این حال که باید تلاش میکرد کاغذ رو خیلی کمتر استفاده بکنه. خب اجازه بدید چون این کتاب خیلی طولانی هست یه مقدار بیشتر بریم پایین. الان اینجا اومدیم صفحه 320. ببینیم فی باب فی مسائل سلم، در مورد مسائل سلم هستش. زیر شو قدر، حالا ببینیم من اینو زیر خوندم بلا فاصله، اینو زیر شو قدر فیون için امر و سلم تریگیل شو قدر akçe verilse. akçe طلا، پول. akçe طلا نیست، پول، اون چیزی که برای دادوستن استفاده میشد. akçe verilse امر و مبلغ مزبوری. زیده verirken Zeyd almıyor o miktarı حالا این گیون چی هست؟ o مقدر گیون alırım demek mavera olur mi؟ الجواب olmaz. اینم رفته روی یه چیزایی که باز دوباره من سر در نیاوردم. باب الاستفتاء، ولی کتاب هنوز ترکیه. به نظر من یه دقتی بکنیم ببینیم که مثلا اینجا ببینیم که این کلماتی که به کار میبره درش چقدر عربی به کار برده. قروش 100 akçeye رایج ایکن، هر قروش 100 akçe بشه. هر قروش، الان در ترکیه قروش میگیم دیگه، در اون زمان هم که این کتاب رو نوشتن اون چیزی که رایج بوده اسمش قروش بوده. بس akçe مثل ریال که جزئیات تومن هست، akçe هم جزئیات قروش بوده. الان لیر هست، اصل پول اصلی لیره، ولی قروش جزئیات اونه، یعنی خورده های داخل لیر هستش. حالا قروش 100 akçe یا رایج ایکن، اگه هر قروش در مقابل 100 تا akçe باشه، زید امر منظره olan، احتمالا نمیدونم این خیلی الان ببینیم، زید امره به منظره olan şu kadar قروش için her قروش mukabillerinde 100 akçe alıp بعد قروش 120 akçeye raic olsa emru zeyde benden aldığının akçenin mislini bana ki verdim ya
خود اولگدر قروش آلار دیرکن زید رازی اول میوب قروش بشنه 20'şer akçe dahi verdiğime قادر olur جواب olmaz. این مثلا یه چیزیه مثل الان که دلار رو داره بالا پایین میشه، میگه اگه مثلا دلار 10,000 تومان بود، ما قرار گذاشتیم که $10 برای امروز کار شما بدیم، تا کارتون تموم بشه این دلار به جای 10,000 تومان شد 20,000 تومان. حالا من بهتون بگم که آقا این 20,000 تومان رو به من بدید. البته اینجا کم میشه دیگه، اینجا کم میشه، زیاد نمیشه. اینجا میگه که اگه مثلا به جای 10,000 تومان بشه 5,000 تومان و این آدم میگه نه آقا من با شما 10,000 تومان قرارداد بسته بودیم، دلار 10,000 تومان. میگه که نه اونجوری نیست، باید چون بر اساس چیز دیگه این کروش قرارداد بستید، نه بر اساس آقچه. در نتیجه آقچه اگر در اونجا ارزش ازش بده به این کسی که به شما کار داده مربوط نیست. یه مثلا حقوق اقتصادیه، در مورد اقتصاد داره صحبت میکنه. من حالا میخواستم که ببینم به جای اینکه بفهمم که به روی این کار بکنم که آیا عربی رو خیلی کار برده یا کم کار برده، رفتم رو معنا فکر کردم، در نتیجه از اون هدفم جدا شدیم. خب بذارید به یه دیگه برسیم. نوع چیه المعامله؟ زید امرun üzerine şu kadar akçe diyen deyn iradesine etmek murad etti. Ettikte adedi namalum bir miktar bir kimseyi emre verip ya ki şu kadar akçe dinin var mıdır dedi. Dedin kere emr ve dahi vardır bir miktar bir adet kimseyi içinde olan akçe ile Zeyd'e verilen Bekre verip Bekr dahi Zeyd'e verse Zeyd mücerred üzerine dur ettim. Bu olgeder akçeyi emrden almaya kadir olur mu؟ الجواب olmaz. حالا یه پولی رو اینجا دیگه داره هی روی مسائل مالی خیلی چیز میکنه. چیزی که من اینجا متوجه شدم، حالا از این بگذاریم، به غیر از یکی دو تا در این پاراگرافی که حدود 5 سطر هستش، به غیر از یکی دو تا کلمه عربی، البته زیاد هست، مثلا اینجا ببینیم چی هست. دین فکر کنم عربی باشه، مراد عربیه، عددی نامعلوم، حالا نباشه هیچی، معلومش عربی هست، مقدار عربی هستش. دینون var mıdır ve ki به عدد کلمه عدد به هر حال عربی هستش. به نظر من خیلی خوبه، یعنی از قادر olur mu؟ الجواب olmaz. حالا الجواب که عربی هست، قادرم که عربی هست. در این مثلا حدود 100 کلمه اینجا به کار برده، حداقل حدود 8 تاش عربی هستش، یعنی بگیم 10% عربی در این پاراگراف به کار برده. به نظرم قابل قبول هست. ترکیه دینی هستش، به هر حال نمیتونه خیلی هم از چارچوب دین بزنه بیرون، ولی تا اینجایی که زده بیرون خیلی عالیه. اجازه بدیم بریم صفحه 500 اینا ببینیم که اونجا چه خبر هست. 200
211 یعنی میشه 422. اینجا چه بحثیه؟ بحث یه مقدار به نظر میاد که متوفانن وارثی. اینجا خیلی که متوفانن وارث معروف موقع نتونستم بخونم. زید متوفانن ورثسی امرün yedinde olan igar için Zeyd milki olup falan tarihte sana şu kadar akçe deyni mukabilisinde rehn ve teslim etmişidi ya dava ve ikamet bine edip beyine ikameti beyine edip beyine yani delil edip emri ve dahi Zeyd sıhhatinde tarih mezburede ol igari hükme ol igari meblağ mezbur mukabilesinde ya ki bey ve teslim etmişti bu dava ve ikamet bine ile gengene beyinesi olidur. Al-cevap emri ve beyine olidur. این در اینجا یه مقدار کلمات عربی بیشتری رو به کار برده بود، در این حال که خوندنش هم برام یه مقدار، به خاطر اینکه میگم اولا اصطلاحات ثانیا باید چشم به این خط عادت بکنه. منم که نمیخونم همینجوری داریم ورق میزنیم، مثلا چند دقیقه باید صرف بکنیم که ببینیم چی هست. اجازه بدید ببینیم در آخر صفحه، در آخر کتاب در مورد چی میتونیم، البته میتونیم یه کار دیگه هم بکنیم، برگردیم به اونجا سطر اول و فهرست رو ببینیم که بر اساس فهرست مثلا چه چیزهایی. صفحه 114 رو اگه بخوایم بریم ببینیم، باب الایجار فی ما یتعلق به ایجار الموقوف. صفحه 114 مثلا میشه چقدر؟ 70 و Zeyd babi emri xarab eylesə Zeydə nə lazım olur? El-cevab ta'zir şədid. کتاب السرقة و کیفیت القطع، دزدی و کیفیت قطعه. خب به هر حال این احکام از دین اومده دیگه، من احساس کردم که دیگه توانایی شدم. 1145 احتمالا اینجا نوشته شده. بذاریم الجواب olmaz. زیرا بر اصل متصور olduğu تیماردن شریکی olan امر. حالا اینجا رو بریم بیرون ببینیم که میتونیم آیا اینجا یه چیزی امین بیت المال tarlaları ben zapt ederim یا زیدی منه قادر olur mi؟ الجواب olmaz. الحمدلله علی الاهتمام و الصلاة علی غیر الانام و السلام علی سیدنا محمد الکرامی و اصحابه اکرام و اللیل و الایام تم الکلام. تمام. قد وقع هذا النسخه الشریف تحریره بید الفقیر شیخ. حالا اینو چه کسی نوشته؟ شیخ عثمان الشهیر بابا خراراهی. آقا این چی هست؟ چی بخونی بابا؟ هم نقطه پالا هست هم تایم هست. فرارانی الملازم به جوق فی
زان فی الوقت الذی بین العصر و المغرب. دقیقش هم نوشته که مثلا در چیز بوده بین مغرب و مشرق، فی شهر ربیع الثانی 45 بعد 100 و الف. خب میگه که 45 این هست از ثانی نه این چی هست 40. من اینو میخونم 54 45 400 اینو من چجوری بخونم؟ اینجا خودش نوشته 1145 در زیرش همین باید باشه 1145. بله 1145. پس اینه آمینشم گفت. نویسندش شد از شیخ عثمان الشهیر به یا چی. خب اینجا هم دوباره امضا زده یه چیزی هست. خب دوستان اجازه بدید تمومش بکنیم. عرضم به حضور انورتون که ما امروز 2 کتاب معرفی کردیم. یک کتاب بود در مورد کنز الاسرار که به نظر اومد که در مورد علم اول صحبت کرد، علم و عرفان، و علم و عرفان رو به هم ربط داد در اصل این کتاب. خب باید برای اینکه موضوع رو بفهمیم دقیقاً باید این کتاب رو خوند. خطش یه مقدار خوندنش برای من مشکل بود، ولی فکر کنم که با خوندن این کتاب میشه چیز کرد. در این کتاب در 1139 و در 90 صفحه نوشته شده و احادیثی که درش هست واقعا جالب هستش. به نظر میاد که بیشتر تلاش میکنه که بین دین و علم یک رابطه مستقیم ایجاد بکنه، برعکس اون تبلیغاتی که قبلا ملاها انجام داده بودن و اسلام رو از علم جدا کرده بودن و علم رو چیز کرده بودن. این تلاش میکنه که علم رو تبدیل بکنه به بخشی از چیز و برای همین احادیثی رو میاره به این مقصد که بتونه العلم علمان، علم الابدانه و علم الادیان و تقدم علم ابدان یعنی علم جسم اجسام شناسی رو بر علم دین جدا مقدم میدونه و یعنی اول شما باید این رو بدونید بعد برید به اونجا. اتفاقا دیروز هم در یک کتابی که معرفی کردیم اونجا هم میگفت برای اینکه شما به فلسفه برسید باید از مسیر عرفان رد بشید. اینجا هم میگه باید شما از مسیر علم و تکنولوژی رد بشید برید به طرف علم دین، وگرنه ما همیشه برعکس میریم. یعنی به ما یاد دادن که اول بریم دین و بعد بریم به طرف علم که معمولا محکوم میکنیم، چون که اونهایی که به ما درس میدن یاد میدن اونها کسایی هستن که از این مسیر نرفتن، مسیر رو غلط رفتن. به نظر من مسیر رو وقتی غلط میرید نتیجه هم غلط میگیرید. در نتیجه ما در این 250-300 سالی که مسیر رو غلط رفتیم علتش همین بوده که به جا اول باید به علم ابدان، اجسام، جسم، مادیات میپرداختیم و بعد به علم دین میرسیدیم. ولی ما اولش چیکار کردیم؟ گفتیم اول دین و بعد به علم اصلا نرسیدیم و نخواستیم برسیم، برای اینکه اون ساده است. اونجا کاری نمی کنید، زحمت نمی کشید، یکی میاد براتون میگه شما میرید کارتون انجام میدید. ولی وقتی علم رو میخواید برید دنبالش باید برید کار بکنید، زحمت بکشید، درس بخونید، اختراع بکنید، اکتشاف بکنید، سفر بکنید، اطلاعات جمع آوری بکنید، کار تحقیقاتی انجام بدید تا بتونید به از اون طرف به خدا برسید یا نرسید. اون دیگه تحقیقی میشه، اون دین میشه. ولی حالا حدیث دیگه رو اینجا آورده والله لا
و حالا وقت تعالی الله الا الله قد احاط به کل شیء علما و قوله الله به کل شیء محیط. خدا هم به همه چیز عالم هست. وقتی میگه خدا علم رو به این قدر چیز به خودش نسبت میده، باید انسان هم عامل باشه. الله به کل شیء، اینجا هم شیء میگه، خدا به هر چیزی محیطه، یعنی که هر چیز جسمی و مادی رو هم باید یاد گرفت. ما متاسفانه به نظر من قبلا این رو در گوناس تیوی هم گفتم، متاسفانه ما در خوانش قرآن غلط رفتیم. حالا اینجا چی میگه؟ اینجا میگه قد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه الی اسفل السافلین. اولش انسان رو خوب آفریدیم، اما رفت به رددناه، ما او رو ردش کردیم، رفت به اسفل سافلین. یعنی این هم ما دین رو خوب فرستادیم ولی انسان ها این رو بد کردن. ایها نفس الاماره به سوء، نفس انسان همیشه به طرف بدی میره. حالا این کتاب خودش در 2 قسمت بود. حالا احادیث زیادی رو نخوندیم، اومدیم آخرش یه 10 صفحه آخری که مونده بود، اینجا ما با یک کتاب جدیدی روبرو شدیم که در اینجا گفته بود که علم رو تقسیم بندی کرده بود حضرت محمد رسول الله به این که اگر علم رو به خاطر سوال و زیر حالا اینجا سوال نمیدونم به چه معنی هستش، باید یکی این رو توضیح بده که اینجا حدیث، منظور حدیث از این سوال، پیغمبر از این سوال در اینجا چی بوده. منافقه اگه به خاطر سوال دین رو یاد بگیره، علم رو یاد بگیره، این منافقه. اگر علم رو به خاطر این یاد بگیره که تکبر بورزه به دیگران، این کافره. این آدم اگر علم رو به خاطر این یاد بگیره که دنیا و مادیات رو به دست بیاره، میگه این عاصیه، عصیانگره. و اگر علم رو به خاطر این یاد بگیره که عمل بکنه به اونها، این آدم میگه که مؤمنه. ببینید فرضش چقدر فرق کرد. حالا این احادیث به نظر من 1000 مرتبه بر اون احادیثی که به ما چیز کردن خیلی فرق میکنه. یا اینجا گفته که افلاطون گفته راحت الجسم فی قلت الطعام و راحت لسانه فی قلت الاستقا. قال النبی و آله صلی الله علیه و سلم العلم نور و جهل ظلمه. نگاه کنید، علم نوره و جهل ظلمته. یعنی اگر خیلی احادیث جالبی رو اینجا جمع کرده که مسلمون ها رو بهشون بگه آقا علت عقب موندن شما اینه که اصل رو دادید به دینی که باید از یه مسیر دیگری میرفتی. شما از یه مسیر غلطی رفتید، در نتیجه سنتز شما غلط خواهد. وقتی تز و آنتیتز شما اشتباهیه، نتیجه شما هم اشتباهی خواهد بود. و دیدیم که این کتاب رو هم در گفتیم که در رجب سال 1700 ببخشید 1307 این کتاب رو نوشته. 1307 یعنی کتاب جدیده. و بعد این کتاب فقه یا حقوق رو خوندیم که به نظر من جالب استش که اینجا هم دوباره همین اتفاق افتاد. یعنی کتاب دوم هم گفتیم در رابطه با حقوق هستش، کتاب اسم طاهره هستش، کتاب طاهره. این هم در 1145 نوشته شده، در 852 صفحه. نویسندش هم باهاش آشنا شدیم با اجازهتون یک کمی که اسمش چی بود. و اینجا هم گفته بود این تاریخ رو شیخ عثمان الشهیر به هرچی هستش. اینجا ایشون این کتاب رو نوشته در مورد حقوق هستش، در مورد حقوق دینی بگیم بهتره، یا حقوق اجتماعی، برای اینکه خیلی از چیزایی که از ایشون پرسیدن و ایشون جواب داده اینها در قرآن نیست دوستان. این نظر این آدمه. ببینید این سوال هایی که از این آدم میپرسن در دین وجود نداره. من همین که دارم میگم ملاها اضافه کردن. یکی رفته پرسیده که آقا مثلا من دخترم رو اینجوری شوهر بدم، نظرتون چیه؟ اینم گفته خوبه یا بده. این ربطی به دین نداره. این
آدم ها رفتن یه مسائل اجتماعی رو ازش پرسیدن، اونم نظر خودشو گفته، این نظر دین نیست. در نتیجه اینها مجموعی است که این علما که خودشون رو عالم میدونستند و عالم هم هستن البته، اینها اضافه کردن به اسلام، ربطی به اسلام نداره، اینها نظر شخصی اینا بوده. حالا ما میگیم آقا این آدم مثلا یا آدم مهمی بوده، خب بوده که بوده، احتمالاً اشتباه کرده، چه ربطی داره که. در نتیجه اینها در اسلام نیست، هیچ کدوم اینها در اسلام نیست دوستان. اینها برداشته ها و فتواهای شخصی افراد هست با توجه به شرایط اجتماعی، شرایط منافع خودشون، شرایط اجتماعی، شرایط تاریخی، اینها اومدن یه جوابهایی رو دادن. اگر همین آدم مثلا به جای اینکه مثلا در عثمانی باشه، مثلا در آمریکا بود، یه جواب دیگری میداد به همون سوال، حتی از دیدگاه اسلامی خودشا، اگر در آمریکا هم بود و اگر در آمریکا هم مسلمان بود و اگر در آمریکا هم این علم رو یاد گرفته بود، اومده بود آمریکا، مهاجرت کرده بود، رفته بود مثلا در عثمانی، در عراق، در سوریه، در نمیدونم فلسطین، اون زمان که فلسطین نبود، در شام، در قاجاریه، در عثمانیه، در مکه، در مدینه، میرفت اسلام رو یاد میگرفت، بعد مهاجرت میکرد به مثلا به اروپا یا آمریکا، میومد اونجا شرایط اجتماعیش تغییر کرد، موقعیتش تغییر کرد، حالا همون سوال رو بپرسن یه جواب دیگه میده. در نتیجه این سوال هایی که شما میبینید به عنوان فقه، اینها فقه نیستن، اینا ربطی به اسلام ندارن، اینا افکار ملاها هستن که فکر میکنن به اسلامه، در حالی که ربطی به اسلام نداره. اونا عقاید شخصی این آدم هاست، ربطی به اسلام نداره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.